عمل نمودن به گفته های قرآن به طور شایسته آنگاه میسر می گردد که انسان معنای خطاب الهی را درک نماید. آنگونه که در آیت ها و احادیث آمده است، مقصد از فرستادن قرآن این تأمل و تفکر در معنای آن و درک مضمون، سپس عمل بر امر و دستورهای آن است. خداوند فرموده است: کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این کتاب است پربرکت که بر تو نازل نموده ایم تا مردم در آیاتش تفکر کنند و تا اهل خرد از آن پند گیرند. با چنین عباره واضح و آشکار، خداوند در این آیت مقصد از نازل شدن کلامش را بیان نموده است تا در آن اندیشه کنند، تا آن را بفهمند. جای دیگر خداوند با پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب نموده فرموده است: و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا. و این قرآن است که آن را بخش بخش، یعنی جدا جدا و به تدریج نازل نمودیم تا آن را با آهستگی بر مردم بخوانی. سوره اسراء آیه 106. امام ابن جوزی در زاد المسیر زیر این آیت گفته است: یعنی قرآن را بدون سراسیمگی و جدا جدا بخوانی تا در معنای آن تدبر، یعنی اندیشه کنند. بنابراین خواندن اندک از آیات قرآن همراه با تأمل و اندیشیدن، خواندن با درک مضمون بهتر از خواندن سوره های زیاد بدون فهم است. اگرچه در خواندن بدون فهم نیز اجر و ثواب برای خواننده نوشته می شود. هر دو نوع، یعنی خواندن با فهم معنا و خواندن بدون فهم، عبادت محسوب است. علامه ابن قیم رحمت الله علیه در کتاب ارزشمند خود مفتاح دارالسعادت چنین گفته است: هیچ چیز برای قلب نافع‌تر از تلاوت با تدبر و تفکر قرآن نیست. زیرا حقا که قرآن در برگیرنده همه منزل‌های سالکان و احوال عمل کنندگان و مقامات عارفان است. قرآن است که محبت خدا، شوق به سوی او تعالی، ترس، امید، بازگشت به سوی او، توکل بر او، رضا، سپردن کارها بر او، شکر و صبر و دیگر حسیاتی که حیات و کمال قلب در آن است به بار می آورد. این چنین قرآن است که انسان را از همه صفات و افعال ذمیمه که فساد و هلاک قلب از آن است باز می دارد. یک آیه قرآن را با تفکر و با فهم خواندن بهتر از کل قرآن را بدون فهم و تدبر خوانده ختم کردن است. عارفان گفتند تفکر کلید همه انواع نیکی ها و از بهترین عبادت های قلب است و فکر و اندیشه است که باعث عزم و اراده می گردد و عزم و اراده باعث عمل نمودن است. پس معادله چنین است: فهم و درک قصد و اراده به بار می آورد و قصد و اراده باعث انجام عمل می گردد. عمل باشد با رحمت خدا سبب سعادت ابدی می گردد.